در نتیجه پسشوی قرب پول ملی آذربایجان منعت و بالاروی نرخ‌ها در این کشور مردم با نشان اعتراض به کوچه ها ریخته است. تظاهرگران از حکومت طلب دارند آنها را با جای کار و معاش خوب تامین کنند. به قرشوی قریب 100% منعت در یک سال به آن آورده رسانیده است که دیگر معاش آدمان برای پیشبرد زندگیشان کافی نیست. تظاهرگران حداقل در 5 شهر آذربایجان به تظاهرات برآمدند و پلیس در مقابلشان از گاز اشک‌آور کار گرفته است، اما شمار تظاهرگران در حال افزایش است. کارشناسان میگویند ظاهراً تظاهرات گسترش خواهد یافت و امکان دارد به خشونت بپیچد، چون حکومت‌های خودکامه معمولاً در قبال ناراضی‌ها استفاده می‌کنند. حکومت آذربایجان تا این زمان تمام امکاناتش را برای سرکوب کنی مخالفان سیاسیش استفاده برده بود تا از یک چنین آشوب‌ها پیشگیری کند، اما به نظر می‌رسد طرف دیگر مسئله را که خود مردم وقتی به تنگ آمد به حضور مخالفین هم می‌تواند به کوچه ها ریزد به نظر نگرفته است. حالا از بازداشت نمایندگان مخالفین در شهرهایی که تظاهرات جریان داشته است خبرها می‌رسند. خود حکومت آذربایجان هم مخالفان سیاسیش را در تشکیل این تظاهرات حیف‌دار کرده است. در تاجیکستان هم که قبلا در تمام مصیبت‌ها حزب مخالف نهضت اسلامی را عیبدار می‌کردند و تمام راه‌ها را برای سرکوب حزب ممنوع شده نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر مخالفان استفاده کردند، قرب سامانی با شدت پایان و نرخ‌ها بالا می‌روند. کارشناسان گفتند شدت کاهش قرب سامانی به این زودی‌ها پس نخواهد شد و امکان افزایش بیشتر قرب خیلی زیاد است. بسیاری از کارشناسان میگویند سر زدن یک چنین تظاهرات ها در کشورهای آسیای مرکزی از احتمال دور نیست.